آها خب برو سر اصل مطلب. آخسو ببین خانم آلمانی از بالا یک جوری داره برای نگاه میکنه ها. من این آلمانی رو فقط به خاطر اون میگم، ولی که ببین بنده خدا نگاه نکنین الان، ولی اون بنده خدا رو بگو که چقدر کار سختی داره. اینجا باید 2 ساعت واسه ما داریم فارسی بلغور میکنیم مثلا نمیفهمه چی شد ها. خیلی کار سختی ها، ولی برای اولین بار اون میفهمه که شما چه حسی دارین که تو این مملکت تمام عمرتون زندگی میکنین نمیفهمیدین چی شد. I'm talking about you. Hi. No, who's German? You're German? No? ایرانی هستی؟ تمام مدت من فکرم شما آلمانی هستی. داشتم بهت حال میدادم. آخسو میکردم بهت یه لبخند میزدم. شوهرت آلمانیه؟ اینجاست؟ دم در. قدرت دست زن ایرانی است و بس. That's it. شوهره رو گفت دم در وای نیستی، قندیل میبندی، تکون نمیخوری از جا. من میرم اونجا میخندم، حال میکنم، برمیگردم.